شاید بعضی از زنها و مردهایی باشند در دنیا که خداوند اونها رو طوری خلق کرده که به بعضیا حسن و زیبایی داده و به بعضیا نداده، به بعضیا کمتر، به بعضیا بیشتر. و متاسفانه از زمانی که ماده و پول و مسائل دنیوی حرف اول رو میزنه در زندگی ها و در خانواده ها، میبینیم که مراکزی که جراحی میکنن برای زیبایی، یکی میره دماغش رو کوچیکتر و بزرگتر میکنه، یکی میره لبهاشو، و متاسفانه خیلی از خانم ها دچار این بدبختی شدن، از یک نوع کمبود رنج میبرن در زندگی و اینو میخوان توسط جراحی جبران بکنن. حالا بعضیا شاید مشکلاتی داشته باشن که نیاز داره به عمل جراحی، اما بعضیا فقط برای مد این کار رو میکنن. و این مراکز سالانه میلیاردها دلار سود میبرن و بعضی از کشورها حتی متخصص شدن در این جراحی ها و این همه پول خرج میکنن، سفر میرن از این کشور به اون کشور تا که این عمل رو انجام بدن. منتها یک راه خیلی ساده و بدون دردسر و بدون خرج وجود داره که خیلی ها از این راه و روش غافل هستن. اونم خاک تربت امام حسین. یعنی بعد از این هر زنی که زشت است یا فکر میکنه که زشت است، میتونه که بره کمی از این مهر کربلا رو تو آون بندازه، خورد بکنه، این پودر اینو بگیره به سر و صورتش بزنه، دیگه در 1 ثانیه همه چیز عوض میشه و میشه زیباترین زن دنیا. یا دیگه نیازی هم به این همه پول خرج کردن برای عمل جراحی و یا خرید لوازم آرایش نیست. این کار رو میتونید انجام بدید و خلاصه همه مشکلاتتون حل بشه. من جوک نمیگم، این واقعیتی است که متاسفانه در مذهب آخوندیزم وجود داره. یک زمانی که ما تهران کوچیک بودیم، من همیشه این برنامه‌های قرائتی حجت الاسلام قرائتی رو اون موقع میشنیدم و میدیدم راستش برنامه‌هاشو، خوشم میومد از اینکه بیشتر بحث‌های قرآنی میکرد و از قرآن و از اخلاق از این مسائل صحبت میکرد. منتها مسئله هست میگن که نیش عقرب نه از رای کین است، اقتضای طبیعتش این است. رافضی است ولو اینکه معلم قرآن باشه. دیدید معلم قرآن بیت رهبری که چه افتضاحی به بار آورد؟ چون یعنی فطرت رافضی اینطوری است. میگن خر عیسی گرش به مکه برند، چون بیاید همان خر باشد. سالها معلم قرآن و معلم اخلاق، آخرش هم باید همون شرکش رو بکنه و همون خزعبلاتی رو که در مذهب وجود داره باید بروز بده. این کلیپ رو با هم میبینیم و دوباره برمیگردیم خدمت شما عزیزان. وقتی دم بزنگاه یه چیزی به یک نقطه میرسه و خیلی هم حساس میشه قصه. یه بنده خدای بود، صورتش چاله چوله بود، لکلاک داشت، زشت بود. اینم خواستگار هیچ که برش نمیمد و بالاخره یه مردی پیدا شد گفت من اینو میگیرم. به دختره گفتن ممکنه نپسندت، ممکنه حالا فعلا این. بالاخره یه آرایشگاهی آوردن تو خونه و دیگه هر چی تونست آرایش کرد و به دختره گفت والا من بیش ازم نمیاد دیگه، حالا به ما بپسندن نپسنده دیگه کار دست من نیست. تا گفت کار دست من نیست، عروس گریش گرفت، پا شد رفت یه اتاق، در زد به هم، سجاده رو باز کرد،
مهر کربلاتش بود. گفت حسین بیا خدایی کن امروز. من دقت بکنید، حسین بیا خدایی بکن امروز. لا حول ولا قوة الا بالله. چرا میگن که خر عیسی گرش به مکه برند، چون بیاید همان خر باشد. رافضی رو که سالها با قرآن زندگی بکنه، گرچه پیر شود همان رافضی باشد. حسین بیا خدایی بکن. حالا اون کلیپش رو که هفته گذشته پخش کردیم که طرف اومده بود جان کسی رو بگیره، ملک اومده که حالا دیگه جان شروع کرده که روح طرف رو قبض بکنه، ملک دیگه اومد برو کنار، چه خبره؟ این عمرش هنوز مونده. بابا ما رو خدا فرستاده، ما رو حسین فرستاده. ای بابا، خدا گفته برید جانشو بگیرید، حسین گفته برید جانشو نگیرید. حالا اونو گفتن یه آخوند درگه دیوونه ای از مداحی هست. این یکی دیگه مداح هم نیست و آخوند بزرگی و تو صدا و سیما و این همه معلم قرآن و تو شبکه رسمی هم داره این حرفا رو میزنه. حسین بیا خدایی بکن. بار دیگه بشنوید این جملهش. پا شد رفت یه اتاق، در زد به هم، سجاده رو باز کرد، مهر کربلاتش بود. گفت حسین بیا خدایی کن امروز. من سنم بالا رفته، به خاطر مشکلات صورت خواستگار ندارم، حل کن قصه رو. دستشو مالید به خاک کربلا، مالید بسورید. رفت پلو دوماد نشست. دوماد تا نگاش کرد انگار زیباترین زنای کره زمین اینه. 80 سال تقریبا اینها با هم زندگی کردن. هر وقت زنه میخواست بره بیرون، مردم دستم چشمت کنه، میدود از زیر قرآن زنه رد میکرد، فکر کردن مسخره میکنه. یعنی واقعا به جوک تشبیه بود. ولی امام حسین کار خودشو کرد. گاهی یعنی من تعجب میکنم از این کسایی که نشستن حرفایی، یعنی 80 سال با هم زندگی کردن، میگن دروغ و حافظه ندارم. این شاگرد شاید هم شاگردی کرده پیش آقای قزوینی، حالا این سنش بالا رفته بوده، ازدواج کرده، یعنی چند ساله بوده که سنش بالا رفته بوده. عادتا زن که مثلا از 30-35 بگذره میگن دیگه سنش بالا رفته، برای ازدواج دیگه دیره. اگر اونطوری حساب بکنیم، خب بگیم اگر 30 ساله بوده، 80 سالم زندگی کرده طبق دروغی که این آقا میگه، این شد 110 ساله. 110 ساله که دارن با هم زندگی میکنن. حالا چند سال بعد هم زندگی خواهند کرد دیگه، این با آخون میدونه این رو. ببینید یک مسئله هست، میگن در گوش خر 40 یاسین خواندن سودی نداره. شما یک جانوری رو بیارید یک عمر جای ببندید، نوار قرآن براش بگذارید، صبح تا شب تو گوشش قرآن بخونن، تأثیری نداره. این حکایت همین آخونداست. قرآن بخونن، قرآن تفسیر بکنن، صدای خوب داشته باشن، مسابقات قرآنی شرکت بکنن، عاقبتش میشه حاج سعید طوسی و مسابقات قرآن. قاریای نخبه کشور رو میبرن در خارج از کشور رو بهشون تجاوز میکنن. حسین بیا خدایی بکن. مهر کربلا رو زد به سر صورتش و برگشت شد زیباترین زن دنیا. و این خزعبلات رو هم در کانال های رسمی پخش میکنن و مردم بیچاره هم نشستن دارن برای این آخوند اشک میریزن که چطور داره دروغ میگه. من فقط زیاد در مورد این صحبت نمی کنم، میریم سراغ بعضی از آیات قرآن کریم. اولا سوره‌ای که همه شاید در نمازهای خودشون بخونن، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله سبحانه و تعالی میگه که ما انسان رو در بهترین صورت، در بهترین شکل آفریدیم. این الله سبحانه و تعالی است که زشتی، زیبایی، کوتاه، بلند، صفاتی که در انسان ها وجود داره، الله سبحانه و تعالی این رو خلق میکنه. و اگر انسان از یک مشکل رنج میبره،
در سوره یونس آیه 107 الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، و اگر الله زیانی به تو برساند پس جز او کسی دیگری نمیتواند آن را برطرف کنند. و این یردک بخیر فلا راد لفضله، و اگر اراده خیری برای تو کند پس هیچ کس نمیتواند جلوی فضل و کرم او تعالی را بگیرد. یصیب به من یشاء من عباده، به هر کس از بندگانش که بخواهد یا خوبی یا بدی رو میرساند. و هو الغفور الرحیم، الله تعالی است که آمرزنده مهربان است. این در سوره یونس. و در سوره انعام آیه 17 در اینجا باز هم همان تقریبا معنی آیه گذشته است. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر. اگر الله زیانی به تو برساند هیچ کس جز او نمیتواند آن را دفع کند، و اگر خیری به تو برساند پس او بر همه چیز تواناست. همه چیز به دست الله سبحانه و تعالی است. در سوره آل عمران آیه 26 قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بار الها، ای دارنده ملک، مالکیت، پادشاهی، یعنی همه هستی، به هر کس که بخوایی پادشاهی و فرمانروایی میبخشی و از هر کس که بخوایی پادشاهی و فرمانروایی را باز میگیری. و هر کس را بخوایی عزت میدهی و هر کس را بخوایی خوار میکنی. همه خوبی ها به دست توست، بیشک تو بر همه چیز توانایی. این الله سبحانه و تعالی است که ما میشناسیم. در سوره آل عمران آیه 29 در آیه‌ای که درباره مسائل پنهانی انسان هاست بیان میکنه قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله. بگو که اگر در سینای شما چیزی رو پنهان داشته باشید یا آشکار بکنید الله سبحانه و تعالی آن را میداند. و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، و میداند آنچه را که در آسمان ها و زمین است. والله علی کل شیء قدیر، الله سبحانه و تعالی است که به هر چیزی قادر و توان است. در سوره آل عمران آیه 189 ولله ملک السماوات والارض والله علی کل شیء قدیر، فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن الله است و الله است که بر هر چیز تواناست. در سوره نساء آیه 32 الله سبحانه و تعالی در اینجا هم همین مطلب رو بیان میکنه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما. آنچه را که الله سبحانه و تعالی بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری بخشیده، حالا در زیبایی است، در مال است، در علم است، آرزو مکنید مردان از آنچه به دست آورده اند را بهره است و زنان را نیز از آنچه به دست آورده اند بهره است و از الله از فضل و بخشش او بخواهید، بیگمان الله بر همه چیز داناست. در آیه دیگر ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله بكل شیء محیطا، و آنچه در آسمان ها و زمین است از آن الله است و الله است که بر هر چیز احاطه دارد. در سوره مائده آیه 17 بعد از اینکه حکم کفر کسانی رو که میگن که مسیح پسر مریم خدا هست رو بیان میکنه، در آخر الله سبحانه و تعالی میگه که یخلق ما یشاء والله علی کل شیء قدیر. الله سبحانه و تعالی است که هر چه بخواهد خلق میکند و الله بر همه چیز
توان است. تشکر میکنم. و همچنین در آیات متعددی از قرآن کریم الله سبحانه و تعالی ما رو منع میکنه از اینکه از غیر الله سبحانه و تعالی چیزی بخوایم، که بارها و بارها در طول این چند سال در این برنامه، در دیگر برنامه ها مفصلا در این موارد صحبت کردیم. اما همون که گفتیم خر عیسی گرش به مکه برند، چون بیاید هنوز خر باشه.